دوستان گرامی فارسیگشت سلام. به یکی دیگری از ویدیوهای این شبکه خیلی خوش آمدید. امروز مطابق وعده‌ای که برای شما دوستان کرده بودیم، ولایت زیبای قندهار افغانستان را به بررسی می‌گیریم. پس تا آخر این ویدیوی زیبا با ما همراه باشید. قندهار یکی از ولایت‌های افغانستان است که در جنوب شرق این کشور موقعیت دارد و اکثر باشنده‌های این ولایت از قوم پشتون میباشد. مرکز این ولایت شهر قندهار است. جمعیت این ولایت در سال 2019 به 890,000 نفر میرسیده است که 300,000 نفر آن در شهر قندهار زندگی میکند. ولایت قندهار یکی از بزرگترین ولایت افغانستان است. مرکز آن هم شهر قندهار میباشد. این ولایت از کابل 595 کیلومتر و از هرات 647 کیلومتر فاصله دارد. در این شهر مقبره های اشخاص برجسته و نامدار افغان مانند مقبره احمدشاه عبدعلی پادشاه نامدار افغانستان، میرویس هوتکی و همچنین آرامگاه های رجال معروف کشور است. دریاهای ارغستان، ارغنداب، ترنگ، دهله در این ولایت در جریان است. قندهار دارای 15 ولسوالی است. از معروفترین ولسوالی آنها ارغنداب، ولسوالی پنجوایی، ولسوالی دامان، ولسوالی شورابک و ولسوالی میوند می باشد. قندهار سومین شهر پرجمعیت افغانستان است. نقشه قندهار به شکل یک مربع مستطیل است. چون طبق نقشه ساخته شده بسیار منظم است. شهر بر چند محله تقسیم شده و هر محله متعلق به یک یا چند قوم و قبیله است. اکثر اهالیان از قوم پشتون عمدتاً درانی است. در اطراف قندهار باغ‌های میوه، تاکستان‌ها و زیارتگاه‌های بسیاری است. مردم بیشتر برای تفریح به آنجا می‌روند تا برای عبادت و زیارت. این شهر چندین بار به طور کامل ویران گردیده است. از مناطق دیدنی قندهار می‌توان به چهلزینه، جاده عیدگاه، فرودگاه قندهار، تپه مندیگک و آرامگاه بابا صاحب اشاره کرد. قندهار به عنوان تاثیرگذارترین شهر در تاریخ معاصر افغانستان نام پر رمز و رازی دارد. از احمدشاه بابای عبدعلی بنیانگذار سلسله درانی تا امان الله خان شاه نوگرا و ملا عمر رهبر گروه طالبان، همه حرکت‌های سیاسی و نظامیشان را از قندهار آغاز کردند. در کنفرانس بن که سرنوشت افغانستان پس از طالبان در آن رقم خورد، از میان ده‌ها چهره شناخته شده سیاسی افغانستان، حامد کرزی چهره قندهار و کمتر شناخته شده رئیس دولت موقت و پس از آن اداره انتقالی شد. متاسفانه همین اکنون 70% مردم ولایت قندهار دچار فقرند و زندگی خود را از طریق زراعت، مالداری به پیش میبرند. فرودگاه بین‌المللی قندهار یا میدان هوایی احمدشاه بابا میدان هوایی است که در 16 کیلومتری جنوب شهر قندهار افغانستان قرار گرفته است. این فرودگاه در دهه 1960 میلادی توسط ایالات متحده ساخته شده است. این فرودگاه به سبک معماری مدرن آمریکایی ساخته شده است. حالا با 2 خط پرواز دومین فرودگاه بزرگ افغانستان است. در جریان 10 سال گذشته خطوط پرواز فرودگاه قندهار با توجه به موجودیت پایگاه‌های بزرگ از نظامیان آمریکایی در این ولایت خیلی مشغول بوده است. بیشتر به مقاصد نظامی و باربری استفاده می شده است. قرار است کار ساخت ترمینال جدید و مجهز این فرودگاه هم با هزینه میلیون‌ها دلار آمریکایی به زودی آغاز شود. نوروز در قندهار واقعاً عالی و متفاوت از سایر ولایت افغانستان تجلیل می شود. همین تفاوت‌ها است که خیلی ها برای جشن سال نو به ولایت قندهار سفر می کنند. یکی از تفاوت‌های برجسته در رسوم نوروزی پختن سمنک یا سمنو توسط مردان این ولایت است. جشنی که در شمال افغانستان مختص زن‌ها است. در ولایت سنتی قندهار این جشن کاملا رنگ و بوی مردانه دارد. سهم شهر قندهار از بازسازی و نوسازی در 20 سال اخیر اندک نبوده است. این شهر یکی از بازسازی شده ترین ولایت افغانستان است. جاده‌ای که پس از بیرون شدن از فرودگاه در مسیرتان قرار می‌گیرد شما را حیرت زده می‌کند. اتوبان بزرگ و چراغانی که حال و هوای دیگری برای شما می‌بخشد. هتل‌هایی در این شهر قرار دارد. در صورت اقامت در آن احساس می‌کنید که در یک کشور حوزه خلیج اقامت کرده اید. مردم قندهار از این ساخت و سازها مدیون وطندارشان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هستند. اما برخلاف آن مردم قندهار از حکومت اشرف غنی چندان راضی نیستند. قندهار شهری که زمانی هرزگاه شاهد انفجارهای بود، همین 2 سال پیش آرامش خود را به دست آورده بود. مردم این آرامش را مدیون فرمانده دلیر این ولایت بودند که به گفته آنها سیستم خوبی امنیتی برای این ولایت ساخته بود.
تهدیدی که پس از شهید شدن این ژنرال قهرمان افزایش چشمگیری داشته و ترورهای هدفمندانه گفته می شود. اشکاپور دروازه تنها نقطه‌ای در شهر قندهار است که حضور زنان در آن چشمگیر است. زنانی دستفروشی که بساطشان را کنار خیابان پهن کردند و بیشترشان لباسهای دستی دوم مردانه و زنانه می‌فروشند. بسیاری از این زنان به دلیل مشکلات اقتصادی دستفروشی می‌کنند. این زنان گاهی اوقات شاهد آزار کلامی برخی مردان هستند. از نظرسنجی‌ها و برخوردهای مردم قندهار آنطوری که معلوم است در مقایسه با بسیاری از مردم افغانستان نگران پیوستن طالبان با حکومت نیستند. در بازارها و تفریحگاه‌های شهر قندهار جنب و جوش و جریان زندگی را بهتر از کابل پایتخت می‌توان یافت. تفریحگاه‌ها، رستوران‌ها و مراکز فروش مدرن در گوشه و کنار این شهر هنوز در جریان است. در این قسمت از ویدیو بیایید که شما را به بهترین مکان‌های گردشگری و تفریحی این شهر ببرم. چهلزینه یک دالانی است که در بغل کوه در شمال قندهار موقعیت دارد. زینه‌های آن از دامنه کوه آغاز می‌شود. قبلا 2 شیر سنگی نیز در این منطقه وجود داشت که اکنون ناپدید شده است. قلعه احمدشاهی. شهر احمدشاهی قندهار شکل مستطیل داشت و 4 اطرافیان توسط قلعه‌ها احاطه شده بود. این قلعه دارای 6 دروازه بود. دروازه کابل، دروازه شکارپر، دروازه هرات، دروازه عیدگاه و دروازه توپخانه. این دروازه از تخته‌های ضخیم ساخته شده است. و همچنان اماکن مقدس و زیارت‌های دیگری نیز در قندهار وجود دارد که عبارتند از موی مبارک، شاه مقصود آقا، بابا ولی، حضرت جی بابا، جمال بابا، میرویس نیکه و احمد شاه بابا و ملاله و غیره اشخاص و شخصیت‌های بزرگ در قندهار است. در قندهار یک پاهنتون دولتی وجود دارد و همچنان در ولایت قندهار 2 شفاخانه دولتی، 7 شفاخانه شخصی در این ولایت وجود دارد. 45% نفوذ قندهار مجبور است تا برای دریافت ادویه از دواخانه نزدیک به 10 کیلومتر سفر نمایند. در قندهار یک شفاخانه کاملا معیاری وجود دارد که نمونه‌اش را نمیتوان در هیچ کجای افغانستان یافت و همچنان این ولایت یک شهرک کاملا معیاری ساخته شده است که بیشتر مردم قندهار آن را به نام شهرک میلیونرها نامگذاری کرده است. قندهار یکی از بهترین ولایت افغانستان برای میوه است. انار این ولایت شهره تمام دنیاست که در سالهای پسین انار قندهار به چندین کشور دنیا صادر می شود. این ولایت دارای بهترین انگور و انواع میوه سبزیجات است. خیلی سپاسگزارم از اینکه تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. در صورتی که شما مایل باشید ما برای شما کدام ولایت یا کدام کشور معلومات ارائه بکنیم، نظریاتتان را از طریق کامنت برای ما به اشتراک بگذارید و ما تلاش میکنیم در کوتاه‌ترین مدت آن را برای شما عزیزان مهیا نماییم. سپاسگزارم.